این قهرمان های آثاری سردفتری ادبیات معاصر تاجیک، قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی است. شما شاید شناختید آدینه و داخونده و اینه که در محاصره سنگ ها هستند و میخواند از اون آزاد شوند. این یک رمز است و اینه که میبینید از بزرگ شکمی در مانده است. این البته شما شناختید این قاره اشکمبه است و این خودی علامه استاد عینی هستند که در شفت مهمانخانه دوشنبه در روبروی دانشکده تصویر و دیزاین تاجیکستان قامت افراختند. بله، همین بزرگوار بود که ملت با نام تاجیک اعتراف کردید و کشور با نام تاجیکستان در خریطه دنیا هرچند زیر اطاعت شوروی بود پیدا شد. و باز همین اما قهرمان ها، شاید اونه که میبینید گلنار باشد، خواب است در مو رویش پریشان در اونجا خواب است، شاید گلنار باشد. و اونجا هم میبینید فکر میکنم که جنگ بین عسکران سرخ و باسمچی ها است. خلاصه درود به روح این بزرگوار که پروردگار چون عنایت به ما فرستاد تا ما زنده بمانیم. پس این خاک مقدس را به خاطر همین بزرگوار باید به کسی نداد، نه به قرقیز، نه به کسی دیگر، و نگذاشت که اینجا ناآرامی شود، ناآسودگی باشد. درود استاد عینی، درود ای آن که برای ما عمرت را، نوری چشمت را، دلت را، حیاتت را و مغز استخوانت را برای ما باختی، برای ما فدا کردی.